در پرتو عنایات و فیض بی پایان تو، ای قدوس عادل و توانا، به درگاهت می آییم و تو را که تنها خدای حقیقی و عادل و بخشنده هستی می پرستیم و ستایشت می کنیم و ازت می خواهیم که ای خداوند بخشنده، عبادت و پرستش ما را پذیرا باشی. ای قادر مطلق و ای پدر آسمانی، در این ساعت خود را از این دنیا جدا ساخته و می‌خواهیم درباره تو و کلامت به تفکر و تعمق بپردازیم. خود را ای خدا از عالم فانی جدا کرده ایم و به تو که باقی و جاوید هستی مرتبط می‌سازیم. بنابراین استدعا داریم ای خدا که ذهن و فکرمان را از امور دنیا، از پریشانی ها و نگرانی های دنیوی که همیشه همراهمون هستند از ما جدا کن و آنها را از ما دور کن ای خدا، تا روح تو قلب و وجودمان را پر سازد. چون این روح توست که حیات میبخشد و این کلام توست که جانهای پریشان و مرده را تسلی میدهد و زنده میکند. این دعا را به نام عیسی مسیح، کلمه آشکار شده تو و یگانه نجات دهنده جهان میطلبیم. آمین. صدای انجیل تقدیم می کند زندگی ایوب پیامبر، اقتباس از 18مین بخش از تورات مقدس. سلام بر دوستان عزیز، امیدوارم که حالتان خوب باشه و آماده شنیدن کلام خدا یکتا باشید. من برادر شما کشیش رضا مسعودی این افتخار رو دارم که در این ساعت از کلام خدا آیات را براتون بخونم و پیرامون آیات قرائت شده توضیحاتی خدمتتون عرض کنم تا معنی آیات رو بهتر درک کنید و فیض خدا رو نصیب خودتون کنید. ایوب این راد مرد خدا و مرد صبور، مردی که ترس خدا را در قلب خود داشت و بسیار عادل بود، زمانی ثروتمندترین مرد و خوشبختترین انسان محسوب میشد. خانواده خوشبخت داشت، صاحب 10 فرزند سالم بود و ثروت بیکرانش که از برکت و لطف خداوندی بود در مشرق زمین او را بر همه متمایز میکرد. اما بیش از هر چیزی که ایوب را معروف میکرد همانا کامل بودن و راست بودن و پاک بودن او و خدا ترسی بود که در قلبش داشت و اینکه از بدی اجتناب میکرد. همه ایوب را میشناختند که او مردی پاک و عادل و مهربان بود. زندگی ایوب که در تورات مقدس برای ما به ثبت رسیده میتواند بهترین کتاب و راهنمای ما در این دنیای خاکی باشه، مخصوصا در زمان مشکلات و بلاها و بدبختی‌ها. زیرا در این کتاب به ما نشون داده میشه که چگونه شیطان با قدرت خود و از طریق‌های مختلف سعی میکنه ایمان ما را نسبت به خدا متزلزل ساخته و ما را مورد آزمایش و حملات خویش قرار میده و اینکه او به هر وسیله‌ای که ممکن است توسل میجوید تا در ایمان انسان نسبت به خدا یکتا شک و تردید به وجود بیاورد. زیرا وقتی که در ایمان شخص شک و تردید باشد، گناه در زندگی انسان عادل راه پیدا می کند. شیطان آنچنان بلاهایی به سر ایوب می آورد که تاریخ نظیر آن را برای اشخاص بازگو نکرده است. در ظرف یک روز تمام ثروت و مال و دارایی خود را از دست می دهد و در همان روز هم 7 پسر و 3 دخترش را آنن یک جا از دست میده. همهشون کشته میشن، هر چی داشت از بین می رود و بعد از همه بدتر دمل سراسر وجودش رو پر میکنه. دملهای چرکین از سر و صورت او تا نوک پایش او را به ویرانه میکشونه و آنقدر حالت او رغبتبار میشه که حتی عزیزترین دوستانش نتوانستن او را بشناسن و 3 یار عزیزش که برای تسلیت گفتن پیش ایوب آمده بودند نتوانستند حتی کلمه‌ای بر زبان بیاورند، زیرا دانستند که درد ایوب بسیار عظیم است. شیطان از خداوند خواسته بود که اجازه بدهد
این بلاها و بدبختی‌ها را به سر ایوب بیاوره تا به همه ثابت کند که ایوب اگرچه خدا پرست است و مؤمن، اما دلیل مؤمن بودن او اینه که خدا به او همه چیز رو داده است. ولی اگر خدا نعمتهاش رو از او دور کند و اگر کار به استخوان برسه، او نیز بدون شک ایمانش را از دست خواهد داد. خداوند اجازه می‌دهد که شیطان ایوب را آزمایش کند. ایوب نمی‌داند که چرا این خدای عادل، این خدای مهربان، این خدای رئوف و بخشنده که تا به حال او را در تمام مراحل یاری داده و برکت بسیار داده است، این اجازه را به شیطان میده که او را این چنین بدبخت کند و نمی‌توانست حتی دلیلی هم برای آن پیدا کنه که چرا باید در چنین حالت تأسف آوری قرار بگیره. روحیه او شکسته میشه، امید خود را به زیستن از دست میده، نسبت به محبت خدا شک می‌ورزد، ولی هرگز ترس خدا را از دلش بیرون نمی‌کنه و ایمانش را هم از دست نمیده. به همسرش که فرموده بود ای ایوب خدا را نفرین کن و بمیر، میگوید آیا نیکویی را از خدا بیابم و بدی را نیابم؟ سه دوست ایوب یک هفته تمام به خاطر حالت غم‌انگیز ایوب پیش او در خاک و خاکستر میشینند و با ایوب گریه میکنند، اما جرأت حرف زدن را نداشتند. سرانجام پس از یک هفته ایوب سکوت خود را میشکند و در دل خیش را به رفقایش بازگو میکند. در طی این یک هفته ایوب متوجه شده بود که این سه رفیقش در افکارشان به دیده خاصی به او می‌نگرند، یعنی او را متهم به گناه کردن میکنند و در حقیقت به زبان بی زبانی میگویند که ای ایوب خدا این بلاها را به سر تو فرستاده چون تو گناه کرده ای. دوست من، ایوب حاضر بود تمام بدبختی ها و دردها را تحمل کنه، همونطور که تحمل میکرد، ولی نمیتوانست تهمت بیجا را بپذیرد. پس از فصل سوم رو به این یارانش کرده و این چنین میگوید. 5 آیه اول فصل سوم را براتون از کتاب تورات میخوانم. میگوید و بعد از آن ایوب دهان خود را باز کرده روز خود را نفرین کرد و ایوب متکلم شده گفت روزی که در آن متولد شدم هلاک شود و شبی که گفتن مردی در رحم قرار گرفت آن روز تاریکی بشود و خدا از بالا بر آن اعتنا نکند و روشنایی بر او نتابد. تاریکی و سایه موت آن را به تصرف آورند، ابر بر آن ساکن شود، کسوفات روز آن را بترسانند. این قسمت از آیات به صورت ادبی در زبان عبری نوشته شده است، ولی تمام این آیات وقتی خلاصش کنید در این یک جمله خلاصه میشه که ای کاش اصلاً تولد نمی شدم. ایوب داره میگه که ای کاش خدا اصلاً به من زندگی نمیداد و چشم به این جهان نمیگذاشتم. حالت بسیاری از ماها وقتی که در مشکلات و سختی هستیم که میگیم خدایا اصلاً چرا ما به این دنیا آمدیم؟ زیرا وقتی که در بدبختی و مشکلات هستیم، امیدی به زندگی نداریم، خود را بیهوده میپنداریم. ایوب میگوید لعنت باد آن روزی که در رحم مادرم تولید شدم. او از اینکه به دنیا آمده بود و رنج میبرد آن را نفرین و لعنت میکنه. چرا ایوبی که تا چندی پیش در ناز و نعمت و در شادی و سلامتی و در رفاه با خانواده و فرزندانش زندگی میکرد و آرزوی طول عمر را داشت، اکنون همه را فراموش کرده و به روزی که به این جهان آمده لعنت میفرستد و میگوید ای کاش خدا اصلا لطف نمیکرد که به من حیات و زندگی ببخشه. دلیل آن اینه که غم و اندوه در ایوب آنقدر بود که زیستن برایش غیر قابل تحمل بود. زندگی برایش بی‌معنی شده بود. نه دوستی داشت، نه ثروتی و نه سلامتی. حالت او آنقدر رغبت انگیز بود که سگها می آمدند و چرکهای دملش را می لسیدند. او که مرد سرشناس و معروفی بود، حالا چنین حالتی جز ناامیدی و آرزوی مرگ چیزی برای خودش آرزو نمی کرد و در خود چیزی نداشت. راستی دوست من، آیا می توانید درد ایوب و زبان او را بفهمید؟ بدون شک خیلی از ماها مخصوصا در سنین جوانی وقتی می‌بینیم که روزگار بر وفق مرادمان نیست و خیلی هم افسرده و ناامید هستیم، زندگی را بیهوده میپنداریم، آرزوی مرگ برای خودمون میکنیم و میگیم ای کاش که هرگز به دنیا نمی آمدیم. دوستی داریم که وقتی در جوانی پدرش را از دست داد احساس کرد که عدالت اجرا نشده، ولی کاری نمیتوانست بکنه. او خود را سرشکسته و ناامید میدید
برایش زندگی بی معنی شده بود. ضعف و عدم یاری او را واداشت که خودکشی کنه، زیرا زندگی برایش بی معنی بود. اما به فیض خدا اجازه نداد که ناامیدی بر او چیره شود. برادری دارم که وقتی در دانشگاه تهران فلسفه می‌خواند، آنقدر تحت تاثیر فلسفه و مخصوصاً عقاید صادق هدایت قرار گرفت که تصمیم گرفت خود را بکشه و همین کار هم کرد. چرا؟ چون در زندگی ناراحتی‌ها و پوچی‌ها دیدند. سختی‌ها و تنهایی‌ها را متحمل شدند و وقتی در عمق ناامیدی بودند به زندگی خود لعنت و نفرین کرده و آرزوی مرگ را داشتند. دوست عزیز، اگر شما نیز در چنین حالتی هستید تنها نیستید. ایوب که صبرش در تمام عالم ضرب المثل شده، او نیز زمانی در چنین حالتی بود. منتها فرق ایوب با دیگر انسانها در این است که او هرگز اجازه نمی‌دهد که مرگ بر او غلبه کند. هرچند آرزوی مرگ را می‌کنه، آرزوی مرگ رو داره، ولی به استقبالش نمی‌رود. چرا؟ زیرا هنوز ترس خدا در قلبش بود و ایمان داشت که خدا او را بی جهت خلق نکرده و حتی در چنین حالتی او مقصودی داره، هرچند برای او آشکار نبود. او می‌دانست که خدا زندگی به او عطا کرده و زندگی به خدا تعلق داره و اگر خدا بخواهد او آن را از او آنن میگیره، ولی نمی‌دانست که چرا خدا اجازه می‌دهد که این درد و رنج و مرض و سختی‌ها بر او نازل بشه و او باید آنها را تحمل کنه. درست مثل خیلی از ماها که وقتی در چنین حالت و رویه‌ای هستیم، سوال‌های بسیاری در فکرمان پیش میاد که بی جواب میمانند. اما دوستان تأمل کنید، زیرا در فصل‌های آخر جواب همه این سوال‌هایی که در ناامیدی شخص از خودش میکنه داده میشود. از آیه 6 الی 12 نیز هنوز آرزوی ایوب این مرد خدا را میبینیم که مرگ را میطلبد اما به استقبال مرگ نمیرود. گوش کنید به آیات. ایوب میگوید کاش که در آن لحظه‌ای که تولد شدم ظلمت غلیظ فرو میگرفت و در میان روزهای سال شادی نکند. یعنی کاش که جشن تولدی نبود و به شماره ماها داخل نمیشد. یعنی از همون لحظه که به این دنیا آمدم کاش که میمردم. اینک آن شب نازاد باشد و آواز شادمانی در آن شنیده نشود. لعنت کنندگان روز آن را نفرین نمایند که در برانگیزانیدن لویاتان ماهری باشند. ستارگان شفق آن تاریک گردد و انتظار نور بکشد و نباشد و مژگان سحر را نبینند، چون که درهای رحم مادرم را نبست و مشقت را از چشمانم مستور نساخت. چرا از رحم مادرم نمردم؟ چرا از رحم مادرم نمردم و چون از شکم بیرون آمدم چرا جان ندادم؟ چرا زانوها مرا قبول کردند و پستانها تا مکیدم؟ حضرت ایوب در این آیات نیز لعنت به روزی که تولد شده است میفرستد. میگه چرا خدایا چرا مرا در داخل شکم مادرم نکشتی؟ چرا مادرم مرا با شادی پذیرفت و مرا شیر داد تا زنده بمانم؟ ای کاش هرگز زنده نمیماندم. دوستان، شده آیا شما نیز آنقدر از زندگی ناامید باشید که این حرفا رو زده باشید؟ مسلماً آنانی که این حرفا را میزنند غالباً دست به خودکشی میزنند. خیلی ها امروز همین حالت ایوب را دارند و حرفای ایوب در دل آنها نیز هست. حرفای آنهاست. از آیه 13 الی آیات 26 رو براتون میخونم. این حرفایی است که ایوب، آن مرد خدا، آن مرد صادق و پاک، وقتی گرفتار شدیدترین حملات اهریمنی شده است، وقتی که ناامید بود، میگوید. او آرزوی مرگ میکند و میگوید اگر مرده بودم میخوابیدم و آرام میشدم. در خواب میبودم و استراحت میافتم. با پادشاهان و مشیران جهان که خرابها برای خویشتن بنا نمودند، یا با سروران که طلا داشتند و خانه‌های خود را از نقره پر ساختند، یا مثل سقط پنهان شده نیست میشدم، مثل بچه‌هایی که روشنایی را ندیدند، زیرا در آنجا شیران از شورش باز میستند و در آنجا خستگان میآرامند. در آنجا اسیران در اطمینان با هم ساکنند و آواز کارگزاران را نمیشنوند. در آنجا کوچک و بزرگ یکی اند و غلام از آقایش آزاد است. چرا روشنی به مستمند داده می شود
و زندگی به تلخ جانان که انتظار موت را میکشند و یافت نمیشود. ببینید که ایوب چه سوالی میکند. میگوید چرا روشنی به مستمند داده میشود و زندگی به تلخ جانان که انتظار موت را میکشند و یافت نمیشود و برای آن حفره میزنند بیشتر از گنج ها که شادی و ابتهاج مینمایند و مسرور میشوند چون قبر را مییابند. چرا نور داده میشود به کسی که راهش مسدور است؟ چرا نور داده میشود به کسی که راهش مسدور است که خدا اطرافش را مسدود ساخته؟ زیرا که ناله من پیش از خوراکم میآید و نعره من مثل آب ریخته می شود. زیرا که ناله من پیش از خوراکم می آید و نعره من مثل آب ریخته می شود. زیرا ترسی که از آن می ترسیدم بر من واقع شد و آنچه از آن بیم داشتم بر من رسید. مطمئن و آرام نبودم و راحت نداشتم و پریشانی بر من آمد. دوستان عزیز، این آیات روحی افسرده و غم‌انگیز ایوب را برای ما بازگو می‌کنه و به راستی باید پذیرفت که هیچ کسی غمی که ایوب داشت را تجربه نکرده و چه بسا نخواهد کرد. ایوب آرزوی مرگ را برای خودش می‌کنه، زیرا می‌داند اگر بمیرد از درد و رنج‌ها، از اندوه‌ها و از این مرض کثیف رقبت‌بار آزاد میشه. در آیه 17 میگوید که در آنجا، یعنی در عالم اموات، شریران دیگر شریر نیستند. او مرگ و عالم اموات را در برابر خود مجسم کرده و در آنجا، یعنی درباره معنی عالم اموات میگوید که در آنجا خستگان آرامی دارند. در آنجا اسیران در راحتی و آسایش خواهند بود، زیرا دیگر صدای اربابان خود را نمیشنوند. میگوید در عالم اموات تبعیضی وجود ندارد. کوچک و بزرگ همه یکی‌اند، چون همه بدون حیات، بدون احساس و بدون حرکت هستند. در عالم اموات غلام از آقایش آزاد است. ایوب عالم مرگ را به زیستن در حالتی که داشت ترجیح می‌دهد، زیرا غم و رنج او آنقدر زیاد است که مردگان را خوشبخت‌تر از خودش می‌داند. او آرزوی مرگ را برای خود دارد. از آیه 20 سوالهایی از خدا میکنه که چرا خدا زندگی رو به کسانی میدهد که در بدبختی هستند. درست سوالی که خیلی ها از شما عزیزان پرسیدید که چرا آنانی که در قحطی هستند، آنهایی که دارن میمیرند، خدا به آنها زندگی میده و بچه میده. چرا خدا اجازه میدهد آنانی که در قحطی شدید هستند صاحب بچه بشن تا در فقر بمیرند؟ و حالا همین سوال را ایوب پیامبر نیز به گونه دیگر میپرسد و میگوید چرا خدا زندگی را به تلخ جانان میدهد؟ چرا خدا زندگی را به کسانی که آرزوی مرگ را دارند میدهد و هر چقدر هم دنبال مرگ میگردند آن را نمییابند؟ در آیه 21 میگوید من اشتیاق مرگ را دارم، حتی بیشتر از کسانی که اشتیاق کشف کردن گنج ها هستند. میگوید شادی من زمانی کامل می شود که قبر را بیابم یا بمیرم و در خاک مدفون شوم. بله دوستان عزیز، ایوب امید خود را کاملا از دست می دهد. شاید ما آن را حادثه یا سرنوشت بنامیم و بگوییم که این سرنوشت ایوب بود، و یا بگوییم که به هر حال خدا بی جهت این کار را نکرد. برای خدا دلیلی داشت که اجازه می دهد شیطان این بلاها را به سر ایوب بیاورد. دوستان، گفتن این جملات خیلی آسان است، اما تجربه کردن و در آن قرار گرفتن بسیار مشکله. متاسفانه ما وقتی که در زندگی می‌بینیم دیگران بلا نصیبشون شده، فوری می‌گیم که این بلایی که از آسمان اومده از جانب خدا بوده. خوب شد که مثلا فلانی نصیب این بلا و بدبختی شد، چون مخصوصا از اون شخص خوشمون نیومده باشه. بعد میگیم که ببین آخرش گناهانی که کرده بلایی شده. ولی ای عزیزان، در مورد ایوب من و شما نمیتوانیم این چنین با اطمینان قضاوت کنیم. ایوب در صلح و صفا و در ناز و نعمتی که خدا به او داده بود زندگی میکرد. کتاب میگوید در شهر اوست شخصیت معروف و مورد عزت و احترامی بود. همه از او تعریف و تمجید میکردند و میگفتند که ببین که خدای ایوب چقدر او را برکت داده، خدای ایوب چقدر او را دوست داره، و در حقیقت همه به او حسرت میبردند. ولی وقتی که این همه بلاها به سر ایوب آمد، یه دفعه
افکار همه مردم عوض شد و همه اومدن ایوب را فوراً متهم به گناه و بدی کردند. تا چند لحظه پیش ایوب را مقدس‌ترین شخص می‌دانستند، ولی حالا که این بلاها به سرشون اومد فوری گفتن که ایوب گناه کرده که این بلاها به سرش اومده. آره، حقش بوده که این بلاها به سرش بیاد. همین گفتن که خدا که بی انصاف نیست، خدا که عادله، خدا بی جهت بلاها را به سر ایوب نمیفرسته. اگر ایوب پاک بود، اگر ایوب مقدس بود، خدا هیچ وقت این بلاها رو به سر ایوب نمیفرستاد. درسته که ما نمیدونیم که گناه و یا شرارت ایوب چه بوده، ما که نمیدونیم ایوب چه کارایی کرده و یا نکرده، ولی خدا که میدونه. خدا واقف بر اسرار نهانه. پس خدا حالا او رو داوری کرده. پس ایوب حقش رو گرفته و نباید به حال او زار بگیریم و یا حتی اصلا به فکرش باشیم. بلایی که از آسمان آمده حقش بوده. و دوستان مطمئن باشید اگر به قول انسان‌ها سرنوشت شما و من همه تغییر پیدا کنه، مردم نیز همین چیزها را، همین قضاوت را در مورد شما و من خواهند گفت. چرا؟ چون مسیر فکری بشری به گونه‌ای است که نمیتواند از مرز خود خارج بشه مگر اینکه صاحب بصیرت روحانی و بینش معنوی باشد که به وسیله آن بتواند ماورای فهم خود را ببیند و احتمال چیزهای دیگری که برایش آشکار نیست رو پذیرا باشه. آری دوستان، ایوب و یارانش به هیچ وجه در اوایل متوجه علت این بدبختی ها و ظلم و ستم ها و مرض و بلا نشدند. برای همین است که از فصل 4 متوجه میشیم که این دوستان ایوب که اومده بودن ایوب رو تسلی بدن، این دوستانی که ایوب رو خیلی دوست داشتن، این دوستانی که به او احترام خاصی میگذاشتن، دوستانی که ایوب را میشناختن و میدانستن که او پاک و مقدس بوده، یواش یواش میخوان به ایوب ثابت کنن که ای ایوب، آره، لابد تو گناهی کردی، تو خطاهایی کردی و سرنوشت تو این بوده. چرا؟ چون در خفا کارهای نادرستی رو انجام داده ای و حالا خدای عادل، خدای مهربان تو رو داوری کرده است. ویلا آن خدایی که این همه در ابتدا به تو ای ایوب لطف داشت، محبت داشت و تو رو برکت داد و نعمت فراوانی داد و از تو حفاظت میکرد، این خدا بی انصاف نیست که بلا و بدبختی های وحشت انگیزی نصیب تو بکنه. دوستان این موضوعی است که مورد بحث ما نیز قرار خواهد گرفت و با کمک خدا در برنامه‌های آینده در مورد این سوال بسیار حساس و مهم بیشتر صحبت خواهیم کرد. ولی قبل از اینکه برنامه این ساعت را به پایان برسونم، میخوام یک بار دیگر توجه شما را به آیات فصل 3 جلب کنم. دعای آخر فصل 3 اینطور میگوید ایوب میگه زیرا ترسی که از آن میترسیدم بر من واقع شد و از آنچه که بیم داشتم بر من رسید. مطمئن و آرام نبودم و راحت نداشتم و پریشانی من بر من آمد. پریشانی من بر من آمد. مقصود ایوب اینه که در آن لحظاتی که سلامت بودم، در آن لحظاتی که در ناز و نعمت و در رفاه و آسایش بودم، همیشه نگران بودم که مبادا همه چیز رو از دست بدهم. مبادا روزی برسه که خدا برکت خودش رو از من دور کنه. مبادا فرزندانم رو از دست بدم و بمیرم. مبادا به نحو فجیعی خودم هم از این دنیا چشم بپوشم. میگوید همیشه نگران این چیزها بودم و حالا میبینم که نگرانی هایم همه درست بوده و جامعه عمل پوشیده است. دوستان عزیز، بدون شک بسیاری از ماها به این مرض مبتلا هستیم، یعنی مرض ترس و نگرانی. بدون شک من و شما امروز نیز با همین نوع ترس داریم زندگی میکنیم. امروز سلامت هستیم اما نگران روزهای مریضی خودمون هستیم. امروز نان روزانه رو داریم اما نگرانی گرسنگی فردا رو داریم میکشیم. امروز خانه و زندگی داریم اما نگران روزی هستیم که همه رو از دست بدهیم. دوستان، این نگرانی و تشویش زندگی امروز ما را که خدا به عنوان عطیه به ما عطا کرده است حرام می کند و خوشی امروز را تبدیل به یأس و امید امروز را تبدیل به ناامیدی می کند. اگر در چنین روحیه‌ای هستید، اگر امروز نگران فردا هستید، بدانید دوستان عزیز، آنطور که خدا می‌خواهد شما از این زندگی بهره مند شوید، بهره مند نیستید. و خدا نمی‌خواهد که شما امروز نگران فردا باشید، نمی‌خواهد همیشه پریشان باشید
و به اصطلاح ایوب بیم آن داشته باشید که در آینده چنین و چنان خواهد شد. بیا امروز را در محبت و ستایش و امید خداوندی به سر بیاور و فردا را با کمک خداوند آغاز کن. به گفته عیسی مسیح استاد و منجی و نجات دهنده ما در این مورد توجه فرمایید که تعلیم بسیار مهمی برای زندگی ما دارد. میگوید اندیشه فردا را نخورید، نگران فردا نباشید. امروز را خداوند به شما عطا کرده است تا در شادی و سلامتی خداوندی زندگی کنید. پس نگران فردا نباشید که چه بپوشید و یا چه بنوشید و یا چه بخورید، زیرا پدر آسمانی شما همه این چیزها را می‌داند و همه این چیزها را برای شما مهیا خواهد کرد. پس بدی امروز برای امروز کافی است. بدی امروز برای امروز کافی است. ایوب در حالی که همه چیز رو داشت نگران این بود که مبادا این بلاها به سرش بیاد. در نتیجه در روزهایی که خدا به او آسایش عطا کرده بود او در ناامیدی و نگرانی زندگی کرده بود. و دوستان، خداوند نمیخواهد که من و شما این چنین نوع زندگی داشته باشیم. میخواهد که امروز در سلامتی و آرامش او تکیه کنیم و بدانیم که خداوند فردای ما را نیز در دست خود دارد. من برادر شما کشیش رضا مسعودی تا برنامه دیگر و روز دیگر شما را به دست خدای یکتا و منجی زنده عیسی مسیح میسپارم. روزتون خوش باد. آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201 616 920 1791. تکرار می کنم، 201 616 920 1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمیگردد. آمین.